نوعی قرارداد که بر بستر بلاکچین نوشته میشه و امکان ایجاد تراکنش‌های بدون واسطه رو فراهم میکنه. این قرارداد قابل پیگیری و غیر قابل برگشته، امنیت بیشتر و هزینه کمتری داره و عملاً احتمال تقلب رو به صفر میرسونه. روش کار قراردادهای هوشمند مشابه دستگاه‌های فروش خودکار فرودگاه‌هاست. این دستگاه‌ها به طور خودکار پول پرداخت شده رو پردازش میکنن و در ازای اون نوشیدنی مد نظر رو به شما تحویل میدن. قراردادهای هوشمند غیر از حوزه ارز دیجیتال، کاربردهای متنوع دیگه‌ای هم دارند. این نوع قرارداد میتونه جایگزین LC در سیستم گمرک باشه و نیاز به واسطه‌گری بانک‌ها رو از بین ببره. با استفاده از قراردادهای هوشمند میشه در بستر بلاکچین توکن‌های خاصی رو منتشر کرد تا افراد تنها با استفاده از اونها بتونن موسیقی، فیلم و یا هر اثر دیگه‌ای رو مال خود کنن. انتشار توکن برای پرداخت خودکار خسارت، دریافت حق بیمه و تمدید بیمه از دیگر قابلیت‌های قرارداد هوشمنده.